کابل شهری است با تاریخ کهن که میزبان پادشاهان و امیران بسیاری بوده است. در قدیم برای ورود به داخل شهر 6 دروازه وجود داشت که هر یک با اسامی خاص شناخته میشد. قبل از زمامداری عبدالرحمن خان برای سکونت شاه مکان مناسبی وجود نداشت. مرکز حکمرانی پادشاه در بالاحصار قرار داشت، اما بالاحصار و ارگ شیرپور در جنگ‌های افغانستان و انگلیس آسیب دیده و قسمت‌های از آن سوخته بود. امیر عبدالرحمن خان پس از رسیدن به قدرت در سال 1880 جای مناسبی برای بودوباش و دفتری برای کار نداشت. وی به این فکر شد که برای بودوباش پادشاه مکان مناسبی بسازد. برای اعمار چنین مکان محل فعلی ارگ را انتخاب کرد. نقشه ارگ را در سال 1299 قمری طرح کرد و کار اعمار ارگ را در سال 1300 قمری در مرکز شهر کابل در محدوده 200 جریب زمین آغاز شد. بنای ارگ 30 سال را در بر گرفت که اکنون نزدیک به 1.5 قرن می شود که قلعه ارگ در کابل بنا شده است. اولین ساختمان اعمار شده در داخل ارگ کوتی باغچه نامیده می شود. برای ساخت تعمیرهای مختلف ارگ بخشی از مواد تعمیراتی از هند بریتانوی نیز آورده شده است، اما بیشترین قسمت‌های این مواد از مواد تعمیراتی محلی تهیه می‌شد. در قسمت آبادی ارگ تعداد زیادی از مردم کابل هم به شکل داوطلبانه سهم گرفته بودند. در ساحه‌ای که امروز ارگ قرار دارد قبلا آبادی وجود نداشت، بلکه یک دشت خاکی بود. در قسمت‌های از این ساحه مزرعه و باغ وجود داشت و در اطراف آن بیابان واقع شده بود و اکنون ارگ در بخش مرکزی شهر کابل واقع شده است. کوتی باغچه به عنوان اولین قصر داخلی نام برده می شود که در 2 طبقه و به صورت دایره‌ای ساخته شده است. کوتی باغچه به سبک معماری دوره تیموری ساخته شد. امیر عبدالرحمن خان مهندسان و معماران را از کندهار به کابل خواست و به آنان دستور داد که ساختمان‌های ارگ را اعمار کنند. در سال 1303 موزیم کابل از ساحه باغ بالا و کوتی باغچه ارگ شاهی منتقل شد و تا سال 1310 موزیم در همین قصر بود. حرمسرای پس از کوتی باغچه در زمان سردار حبیب الله خان اعمار شد. حرمسرای دارای 33 اتاق است و برای بودوباش خانواده های شاهان ساخته شده بود. در حرمسرا اعضای خانواده های شاهان میزیستند که تشکیلات مکمل برای خدمت به این خانواده ها در نظر گرفته شده بود. حرمسرای ارگ از مهمترین و بزرگترین حرمسراهای عصر خود به شمار می رفت. قصر دلکشا در زمان امیر حبیب الله خان در وسط باغ ساخته شد. گفته می شود اسکلت فلزی این قصر از هند بریتانیایی به وسیله فیلها آورده شده بود و در کار ساخت و ساز این قصر مهندسین انگلیسی، آلمانی و استرالیایی نیز شرکت داشتند. این قصر به سبب اینکه از زیباترین و باشکوه‌ترین قصرهای آن زمان به شمار می رفت دلکشا نامیده شد. مهارت‌های فنی و تکنیکی نجاری و همچنان حکاکی آن در قصرهای آن زمان بی‌نظیر بود و در نجاری، رنگمالی و سایر کارهای آن موادی به کار برده شده بود که در آن زمان ناممکن به نظر می رسید. قصر دلکشا 13 اتاق و 2 سالن دارد. قصر سلامخانه که به شکل یک تالار بزرگ اعمار شده است گنجایش 1000 تن را دارد. به دلیل اینکه مراسم جشن‌ها و روزهای عید در همین قصر راه اندازی می شد، این قصر به سلامخانه مسمی شد. در روزهای ویژه مردم در همین قصر به پادشاه سلام می کردند و معمولاً مقام‌های حکومتی و مردم برای ادای احترام و تبریکی به سلامخانه پادشاه می آمدند. اولین فیلم که در سال 1300 به کابل وارد شد در قصر سلامخانه به نمایش گذاشته شد. همچنان اولین پارلمان افغانستان نیز در سال 1309 خورشیدی در همین قصر گشایش یافت.
کار اعمار قصر چهارچنار در سال 2008 آغاز و در سال 2010 به پایان رسید. این قصر به کمک مالی جمهوریت خلق چین و به وسیله انجینران این کشور ساخته شد. قصر چهارچنار برای برگزاری کنفرانس ها و نشست های رسمی ساخته شده. طبقه اول آن تالار نسبتاً بزرگ دارد که برای هر گونه کنفرانس و نشست از آن استفاده می شود. به گونه این مثال نشست های کابینه در همین تالار برگزار می شود. همچنان کنفرانس های مطبوعاتی رئیس جمهور، مراسم امضای قراردادهای پروژه های ملی، دیدارهای رئیس جمهور با مردم، مسئولان و کارمندان حکومتی، جشن روزهای ملی و مذهبی و سایر مراسم در همین قصر دایر می شود. چنانچه کار اعمار ارگ در دوره‌های مختلف ادامه داشته است. زمانهای ویرانی آن نیز بخشی از تاریخ کشور شده است. دو دوره را بیشتر از سایرین میتوان دوره ویرانی دانست. در زمان حاکمیت کوتاه مدت حبیب الله کلکانی علاوه بر چور و چپاول ارگ، برخی از ساختمان‌های آن نیز آسیب دید که به گونه مشخص میتوان از موزیمی که در زمان نهضت امانی در ارگ گشوده شده بود نام برد. بخش دیگر ویرانی ارگ به زمان جنگ‌های داخلی برمیگردد که بار دیگر علاوه بر چور و چپاول به ارگ خسارت فراوان وارد شد.